به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز و محترم. در این کلیپ قصد داریم رسم نمودارهای دلخواه رو در ریاضیات توضیح بدیم. فرض کنید ما ضابطه‌ای نداریم و فقط قصدمون این هست که یه نمودار دلخواه رو رسم کنیم. روش‌های مختلفی برای رسم نمودارهای دلخواه وجود داره، اما شاید یکی از بهترین روش‌ها روشی باشه که در این کلیپ به اون میپردازیم. خب دوستان، شما کافیه صفحه مرورگرتون رو باز کنید و از اونجا سایت مسچا رو سرچ کنید. مسچا. خب وقتی که گوگل اولین نتیجه رو به شما میده، همون چیزی است که ما مد نظرمون هست. اینجا اوپن ادیتور رو میزنیم و صبر میکنیم تا وارد فضای سایت بشیم. خب چون من از قبل اینجا کلمه سلام رو نوشتم و قبلا وارد این فضا شدم، الان کلمه سلام اینجا هست و من اون رو پاک میکنم. وقتی شما وارد این صفحه میشید، موارد متعددی در این صفحه به شما نمایش داده میشه. بنابراین با توجه به نیازتون میتونید اونها رو پاک کنید یا از اونها استفاده کنید. من برای اینکه اینجا بتونم یک نمودار رو رسم کنم، از ابزاری که اینجا دارم میتونم استفاده کنم. یکی از این ابزار که ملاحظه میکنید جایی هست که شما اون رو انتخاب میکنید تا یک فضای رسم رو برای شما ایجاد میکنه و شما نمودارتون رو باید اینجا رسم کنید. خب من این فضا رو یکم بزرگتر میکنم و اجازه بدین صفحه رو روی این قسمت متمرکز کنم. خب در اینجا شما میتونید از ابزارهایی که اینجا هست استفاده کنید و من برای اون چیزی که مد نظرم هست اینجا محور رو انتخاب میکنم. یه محور برای شما رسم میکنه که با توجه به نیازتون اون رو میتونید تغییر بدید. من این رو بزرگتر میکنم و از این قسمت که مبدأ مختصات هست این رو انتقال میدم به وسط صفحه. خب در اینجا شما الان یه دستگاه مختصات دارید که میخواید نمودارهای دلخواهتون رو روش رسم کنید. قبل از اینکه من بیام نمودار رو رسم کنم، شاید بخوام این رو در واقع واحد کنم. از قسمت بالا اینجا میتونید در واقع جدا کننده یا اون سپریتور ها رو انتخاب کنید. اگر فاصله بین هر واحد رو خواستید کم یا زیاد کنید، در همین قسمت که عدد 20 پیکسل px نوشته شده اینجا میتونید کلیک کنید، موس رو نگه دارید و به سمت راست یا چپ حرکت کنید تا واحدهاتون به اندازه دلخواه خودتون بزرگ یا کوچیک شن. اگر میخواید روی هر واحد عدد مورد نظر نوشته بشه، کافیه این قسمت رو کلیک کنید تا اعداد نمایش داده بشه به این صورت. حالا من میام سراغ این ابزار خط. ابزار خط رو انتخاب میکنم و یک خط رسم میکنم. حالا روی هر عددی، مثلا من این رو میام روی -3 به صورت عمود رسم میکنم. خب میتونید خط رو حالا رنگش رو عوض کنید یا حالتهای مختلفی رو برای خط در نظر بگیرید. من از این قسمت میتونم نوع خط رو انتخاب کنم، مثلا نقطه چین باشه. خب تبدیل شد به نقطه چین. خب حالا ما دوباره روی این ابزار خط کلیک میکنیم و قسمتی که کرو هست یا منحنی هست رو انتخاب میکنیم. یه شکل منحنی برای شما میاره. من این رو میتونم هر جایی که بخوام جابجا کنم. پس من این منحنی رو به سمتی که میخوام هدایت میکنم. دقت کنید هر قسمت از صفحه که مد نظر شما باشه میتونید اون رو جابجا کنید. خب اینها ابزارهای کنترلش هستن که ابتدا و انتهاش رو مشخص میکنن و دو تا نقطه خاکستری رنگ داره که با جابجا کردن اونها میتونید شکل رو تغییر بدید. فرض کنید من این رو میخوام به این سمت بیارم، از این نقطه خاکستری بلند میکنم و نمودار رو حرکت میدم به جایی که مد نظرم به این صورت. خب مجددا در اون سمت دیگه تابم اگه بخواید تغییراتی اعمال کنید، با تکون دادن همین قسمت همین ابزار میتونید اون رو انجام بدید به این صورت. خب در این قسمت بالا میتونید نقاط کنترل رو اضافه کنید. من اگر این رو در واقع اضافه کنم، نقاط دیگه‌ای به تابع اضافه میشن. ببینید اینجا اینها همه نقاطی هستند که میتونید منحنی رو بیشتر یا کمتر از اون چیزی که مد نظرتون هست انحنا بدید و شکل مورد نظر خودتون رو رسم کنید به این صورت. خب این واقعا یه ابزار فوق‌العاده است برای رسم نمودارهای منحنی. کارهای دیگه هم میشه در این سایت انجام داد، ولی اون چیزی که واقعا به درد ما بخوره و قابل استفاده باشه این قسمت از سایت بود. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.